آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. به کی سلام کنم؟ به سینه که نهال ادبیات این مرد و این موج و این سرزمین رو به درخشندگی و به زیبایی واژه‌هایش جاودان ساخت. همین امروز دوستی از ایتالیا که یاریش کرده بودم خبر داد که شهری چون بهشت به ایتالیایی برگردانده شد. آمدن من اینجا به خواست خاندان دانشور، به خاطر یک قوم سالهای زیاد دیر و دور در خدمت جلال و سیبی. این را همینجا بگویم، از هر سو نکوشید بین این دو بزرگ تفرقه بیفکنید. در روزهای آخر که در خدمتش بودم همچنان انگشتر جلال و پیوند مهرش رو به دست داشت و این پیکر استخوانی عکس جلال روبروی بسترش بود. هر یک از سویی به جهان، به زندگی و به زمان نگریستند، اما آنچه در هر دو بود مهربانی، دانایی، عشق به میهن و مردم میهن و سنت جاودان این سرزمین.